ماشین مازدا داخل جاده می اومده، با که ماشین سوراخ میشه و تمام بنزینش خالی میشه. ما آمدیم سر ماشین و تنها کاری که از دستمون برمیومد این که یه دونه باک موقت براش این بغل قرار بدیم، یه دونه شیشه بنزین این بغل قرار دادیم و مهارش کردیم که کار باگ رو انجام بده. همه ماشین‌های کاربراتوری میتونین این کار رو انجام بدین. اگر زمانی باگ سوراخ شد یا مشکلی به وجود اومد داخل مسیر شیلنگ ها، میتونین یه دونه شیشه داخلش بنزین بریزین و مهارش کنین یک گوشه و به صورت روکار انجام بدین که کار باگ رو انجام بده و به صورت موقت ماشین رو روشن کنین و تا تعمیرگاه شما رو میرسونه. توجه داشته باشین که حتما شیشه ها رو این بغل انجام میباسین مهار کنین که آتش سوزی نشه. این هم از این خودروی مازدا روشنش کردیم و کار بنده خدا رو انجام دادیم که دیگه داخل جاده نمونه.